حي على الصلاة حي على الفلاح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک شو میگن که کسی که اگر نماز میخونن پرستش به خدا میکنه میگن یعنی ای دنیاشم آخرتشم آباده. کسی که مثال من نماز نمیخونیم البته گفتی خدا را نمیکنیم گفتی شیطان را میکنیم ای دنیا ما وایه آخرت ما وایه اخیال نبراره. چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با در حدیث های مبارکش میگه کسایی که عبادت میکنن میگه ای همون عبادت کردگی آدم میگه اول و یکم خدا راضی میشه میگه دوم میگه در همون قفای نماز که شما اللهم اغفر لی میخونه گذشتگی و شما راضی میشه اول تا آخرش. شما در دیگه چی نعمت در کاره فکر کنی نکنه. شما نماز خونی خدا شما راضی شود گذشتگی تو راضی شود چی در کاره دیگه شما در بهترین نعمت شما نعمت گفته فقط خدا نمیفهمی نعمت خدا نیست. این نعمت هر خیلی گویم پونکت هر خیلی راهاشه. من یک نعمت بهترین بود در نزد ما که هر یک تو زن داره فرزند داره. وقتی که شما ای خوب میخیزین یک باره گویم زن تو یک سخن خوب میگه میخنده در نامه اعمال شما رحمت مینویسن فرشته ها. چی در کار با نعمت دیگه شما در برادر عزیز من رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سخن مبارک میگم خواهی که خانت آباد باشد خواهی که آیله تین شود خواهی که دائما گیم بخنا گردی من مرحمت وقتی که در میدروی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گو درو تا همون خونه برمانزن خدای تعالی تا حمایه میکنه ای بلا و قضا. من السلام علیکم تا سه خیلی السلام علیکم گوی 10 ثواب میگیری السلام علیکم و رحمت الله گوی 20 ثواب میگیری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 تا ثواب میگیری. یک فکر کنیم 30 تا ثواب در نامه اعمال ما نوشته میشود. من شما یک روز 50 مرتبه خونه درآمده گوی اگر 1,500 میشامی این 10 روز 15,000 میشود 10 روز 15,000 و این آخه این نعمتو با ترازو نمان شما رو پایده نیست می این کلمش خوبه اکر نعمتی بهترین خوبه می یا بدترینش خوبه می. من مثال خواب میخیزی یک همسایتا میپرسی استرای سلامتی نزده بیتن میپرسی در نامه ثواب مینویسن این خوب نیست می. من مثال پدر و مادر رفته خبر میگیری ای حالش میبینی این خوب نیست می. دیگه چی در کار من شما در نعمت من مثلا یک سخن مبارک خدا نمیرسونم. خدای تبارک و تعالی در سوره ذریات آیت 56 میگه که ما خلق نکردیم انسان جن نه مگر که پرستش کنند مرا گفت خدای تعالی. من میگه خلق کردم میگه انسان و جن برای همین که شاید که من پرستش کنم گفت من شما پیدا کرگی ای خدای تعالی من شما برای کار گفت پیدا کرگی نیستم فقط کار کنو بمر یک روز نه 200 تا نسی میگه ارالش کو من 2 میلیون پول میگیرم گفتم لیکن 10 دقیقه برای خدا عبادت کنده وقت نیاو از میگه ارالش کرده 10 تا ننده وقت میایی یک بار فکر که ای تا کی پیدا کرد خدا خیلی
او کچ و قوت تا کی داد؟ خدا میدونه. دست و پاچه که کی داد؟ خدا که یک بار فکر کنیم وطن عزیز، و این چیزا را خدا دیگری من شما را داده گیه، این نعمت ها را، لیکن مایلش ما کار کنیم، چقدر باشه کار کنیم، چونکه انسان البته کار نکنه درمان میشه سلامتیش تو، لیکن با در قطار کار ما عبادت خدا کفا نمونیم دیگه. بیا کن من 70 90 100 میداریم از دنیا میگذاریم قبرستان میریم. من شما خداوند هیچی نمیپرسم. ربی تو کیست؟ دینی تو چیست؟ نبی تو کیست؟ تمام. نمیگه که تو بیچاره 10 تا بچه داشتی و برفته در شهرهای ایرکوتسکی کار کردی و کاتالان در گرفتار شدی و عبادت کرده در سویستر، رحمش نمیگه خدا را. چون ما اول خدا را وطن گیریم، ما اول خدا را شناسیم، من بعد خدا بعد من شما را میشناسم. من یک دیگر نعمت خدا به شما میرسونم. وقتی که انسان چیزی که میخوره، چیزی که فرو میبره، کدوم کاری که میکنه، اگر خدا خواهد انشاءالله در سری کارش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گو، اگر البته خدا نه این کارش برکت میده، همون کارش فایده میبینه. برادر عزیز، در جایی که نامی بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشود، البته خداوند در همونجا فیض و برکتش میبارونه. خیر، من بسم شما، من در نماز شما دائما ذکر میکنین، آیت الکرسی میگیم، سوره قرآن بقره 255 آیت شده، یک تا آیت های همین کم باشه بسم شما میرسونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. در این آیت مبارک خدا مختص که نیست معبود جز خدایی که همیشه زنده است، تدبیر کننده عالم است، منزه از خاک و پینک است، او راست آنچه در آسمان و زمین است، کیست آنکه شفاعت کنند نزد او، میداند آنچه را که پیش و پشت مردمان است و در نمیگیرند مردمان از معلومات حق چیزی را مگر با اونچه او خواسته است فرا گرفته است، پادشاهی آسمان ها و زمین را و گران دشوار نمی شود بر وی نگهبانی این دو آسمان و زمین. برادر عزیز، در این سخنی مبارکش خدا من شما افتسته که نیست خدا مگر یک تا من است مفتسته، دیگر خدا نیست، غیر من دیگر خدا نیست گفته است. در این آیت مبارک شما گفته است که شما فقط پرستش کنید منه، دیگر چیز نه. در اینجا همین خیلی ما میاریم که مثال از برای فهموندن شما میگم، من حضرت ابراهیم پدر ملت همه تو میشناسینش. من حضرت ابراهیم پیغمبر بسیار شخصی گویم خدای وی راضی شدگیه، پدری همون آدم آزار گفتگی پدرشه وی بود تراش بود خودش، وی همین بتونه سجده میکرد. من شما اگر قرآن داشته باشید سوره مریم ایسا آیت 42 تا 46 همین سخنها ذکر شدگیه. همونجا همین وای ابراهیم پیغمبر پدرش دعوت میکنه،
پدر جان تو خطا کرسته، یعنی روحی خدا نه روحی شیطان را گرفته است میگم این کارت خطا های ای پیشی راحت میگه تو ابدی میگه در عذاب گرفتار میشه، لیکن آخر عاقبت پدر راضی نشده قبول نکرده میگه که تو ای حیات من برابر میگه. خلاص حضرت ابراهیم پیغمبر همینجا هم بود دعا میکنه خداوندا هم پدر من انصاف ده توفیق ده گفته و همین دیگر حضرت ابراهیم پدرش کردار نمیشه. من مقصد ایگه با گفتنی در این مقصد در اساس ای که برادرای عزیز غیر خدا ما چیزی را که سجده میکنیم وای گوایمی رسمایمی چی نباشه قطعی نظر دیم حواله نشید. ما گمراه شدگی ساییم، ما یعنی ایره حق برمدگی انسان هستیم. فقط ما میتونیم خدا یکه یگانه سجده کرده خلاص، دیگر هیچ کس ما سجده کرده نمیتونیم. ای خیالتون نبراره اگر ما در همین دنیا و خدا دادگی حسن صفت و خدا دادگی عقل و هوش و خدا دادگی گویم مثل کچو قوت، ما اگر خدا خواهد انشاءالله یگانه خدای مهربان اگر عبادت کنیم البته به دنیا هم آخرت هم آباد میشه. هموطنای عزیز من در همین باره فرصت فایده برده با یک سخن گفته میگذارم. مثلا شما من بعضی آیرهایی که نماز میخونین خدا مبارک تو کنن، لیکن در خانه عبادت کردن همون خانه‌ای که شما عبادت میکنید همه بعضی صورت ها پاک شدنش در کار. برادرای عزیز چی خیلی که من نگاه کنید من پاک شدنش در همین جایی که وقتی که ما گویم من سجدگان در جای نماز ما انداختیم طرف قبله را دیدم، اگر در پیش ما در طرفی گویم دویانی ما در بالای ما در تی ما اگر صورت موجود باشه نمازمون نمیشه درست. برادر عزیز من همین مسئله اعتباطی چونکه اون چیزی که جوندار های وای حیوان رسم شوی آدم رسم شوی وای رسمی پدر مایمی رسمی مادر مایمی رسمی خواهر مایمی رسمی فرزند مایمی ای دنیا گذشتگی البته نشیدنش در کار تو گوری اگر در قفا باشه یعنی که قفانده باشه درست، لیکن در پیش ما در یانای ما در بالای ما در تی ما صورت باشه اگر نماز ما خدا قبول نمیکنه. من بسم شما با یک سخن دیگه میرسونم. من یک دیگه چیزی دیگه که حالی من لباسا پوشیده هستین. من جمعه گذشته اونجا یک بچه را دیدم در لباسش پرنده ای. برادرای عزیز آن لباس هایی که شما میپوشین شما عبادت میکنین نماز میخونین در همون لباس ها تو صورت نشیدنش در کار شنیده گیرین. اگر لباس های صورت دار باشه شما در نماز نپوشین. بیا باری دیگر میگم تو اگر لباس صورت دار باشه در نماز نپوشین. اگر رفت شما بیخبر مونده با لباس صورت دار نماز خوندیم با خیال دست دیگه با نماز تا میخونین. فهمیده گیرید برادرای عزیز هموطنای عزیز عبادت قانون و قاعده و رفتار و روش که قبولش میکنه خداوند. من در آیت مبارک خداوند با میگه که نیست معبود جز خدایی که همیشه زنده است
من همیشه زنده بدنش همه خیلی برادرای عزیز، خدای تبارک و تعالی چشمش خواب نمی رود. خدای تبارک و تعالی دائما من شما نظارت کردم است برادرای عزیز، دائما هر لحظه همه وقت. اگر وقتی که خدای تبارک و تعالی را چشمش خواب نرفتم و همین افهمه که یک چیزی دنیا نیست و نابود میشه. برادرای عزیز من این گپ چوه زدنی هستم. من شما خدا خلق کرده نصفش روز کرده نصفش شب کرده. مقصد روزانه شما برای زندگیتون مهنت کنین، شبانه دم گیرین. گفت است این نعمت خدا نیست می برادری عزیز؟ یک بارک فکر کنه، یک بارک فکر کنه. من شما نگاه کنین وقتی که ما از دنیا میگذریم، لحظه گوارایی که وقتی عمر ما بود میشود، با رفته ما را خداوند در قبرستان سالها خواه میریم کو، چون گرک نمیمونم کو در اونجا با چی خیلی که من شما شکری خدا نمیکنیم برادر عزیز؟ چی خیلی که خدای تبارک و تعالی شما یگان در شرط بلا، یگان مصیبت، یگان حادثه نشافته، من شما را نظارت کردم است خداوند. لیکن ما برای چه شکرانه نمیکنیم؟ این همش نعمت خدای برادر. دنیا خلق کرده که خدایوخی این شکل صفت هایی که من شما داده عجایب اینا کی داد؟ خدا. ما کی هستیم خودش؟ تک شستر کنی یک مجده آبی پلیتی حرام پیداش لگه آدم ها هستیم. این قدر خدا ما مهربانی کرده سای چوه که ما گفته نمیکنیم؟ چوه؟ خیر نیست معبود جز خدایی که همیشه زنده است، تدبیر کننده عالم است. من شما نگاه کنیم، ما یک کار میکنیم پروگرام کنیم، اگر 50 تا مصلحتی کسی پروگرام میکنیم، او پروگرام وایرو میشود با آینه و پیداش میکنیم. شما یک بار فکر کنید، تصور کنید، عقل کسی که وای با هیچ کس مصلحت نکرده، هر یک چیز تدبیر کرده در جاش موندگی که من انسانم همین خیلی پیدا کرد، من زنکه همین خیلی پیدا کرد، یک اون نقصان کم بزیشتی است، من گله همین پیدا کرده ولی نقصان نداره، عیب نداره. من افتا بینه، افتا من ماتوا بینه، انا آسمون بینه، زمین بینه برادر، زمین بینه، زمین و آوا بینه. برادر عزیز، هموطن عزیز، بیایید فکر کنیم، عقل فکر کنیم، اوی کنیم. من شما نگاه کنید، برای انسان نقضی کرده که خدا من بستم شما یک سخن میگم. نگاه کنید خدای تبارک و تعالی وقتی که من شما پیدا کرد، همینا از او نکشم، تا پدر و مادر من شما هم در سایبان کرد کو. اینا کی کرد؟ اینا خدا کرد یا شیطان کرد؟ اگر پدر و مادر من شما در سایبان نمیکرد، پدر شما مادر ما در مهر و محبت نمیداد، ما را تربیت نمیکردن، ما امروز و همین خیلی گویم و میرسیده روز. نه حالا که ما ممکن در 6 ماهگی ما مرده برفتادیم، حالا ممکن ما حیوانا خود دادن، یا ممکن مثال من زمستانی خونه کشیرده مردادیم، یا ممکن بهار گرمیش مثال ما سوزونده خاک کرد. این من شما کی تربیه کرد؟
پدر و مادر آخی پدر و مادر را محبت کی داد؟ خدا داد آخی. یک بار عقل فکر کنیم، تصور کنیم. عقل همین تا با اومده پیروز من فکر کنه پدر شما مادر شما کی بنا کرد؟ خدا آخی. من تدبیر کننده عالم است. او راست میگه آنچه در آسمان و زمین است. هموطن عزیز، برادر عزیز، من امروز در زمینی که ما حیات بردستیم وای سنگایمی، خاکایمی، کلوخایمی، درختایمی، چوایمی، چیزی که در همین دنیا موجود است این همش ای خدا های ای من شما نیست ای همین چیز ای کی ای خدا های. دست نمی قدرت چند دیده سه اینجا خدا بزرگش در کجا های. ما امروز چهار تا خونه کجله دوره فخر میکنیم. ما امروز در تک ماشینه درندلی دوره فخر میکنیم. منظورم ما امروز در فرغانه 4 تا کوارتیر خریدیم، زونم 3 متری، ما 4 تا خونه دارم. های ای تو ابدی نمیمونی کو، تو ابدی نیستی کو، تو سفر کردنی انسان هستی کو، تو سفر میکنی کو. امروز ای سهره در سوره ویلیل 13 خداوند ذکر میگه که این جهانم آن جهانم ای من ای گفته است. همه چیز دیما کی بوده؟ ای خدا بوده. ما چی بدیم؟ ما پدر و مادران در امانت بدیم. فرزندان من شما در چیه؟ امانت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگه که حالی امروز ما مردها عقلمون در گیجا، فهم فراتاتمون در گیجا ای هر یک من شما ای زنام و فرزندام سوال جواب کرده می شود. ای خیال نبرونه کی سوال جواب میکنه؟ خدای مهربان، آن خدایی که آفرید من شما را در زمینش که زندگی کرده است و من شما حساب کتاب میکنه. کنی او فرزندها چخیل تربیه کردیم، کنی او دخترها چخیل تربیه کردیم، بچه ها چخیل تربیه کردیم و پدر و مادر چخیل مناسبت کردیم. همشه حساب کتاب میکنه. خیر تدبیر کننده عالم منزه از خاک و فینک است. او راست آنچه در آسمان و زمین است. کیست آنکه شفاعت کنند نزد او؟ اون میداند آنچه که پیش و پشت مردمان است. من شما نگاه کنید، خدای تعالی در پیش ما چیه؟ در قفای ما چیه؟ آینده ما چی می شود؟ گذشته ما چی می شود؟ آنون که بدن برفتن میآیند میروند همین خدا میدونن. برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ والاعمال بالنیات. هر یک چیز گفتن و نیت و عمل شما وابسته است. دیمک من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگه خدای تعالی میگه با صورتای شما با پول مال شما نگاه نمیکنه، میگه شما میگه با نیتات و کتی دلات و کتی عملات نگاه میکنه کسی خداوند. جسمی خیر و در نمیگیرن مردمان از معلومات هر چیزی را. من در همینجا اومدم با گپ دارم بوره یک شیطان میروه. من امروز بعضی پیشگوها اومدگی ای بخشی ها حکمی ایجا بخشی ای دیگه چی آخی؟ من آینکه دگه میزنمی، کتاب دگه میزنمی، دیگه دگه میزنمی،
همین برادر خطا ای گفتت مونو من گفته اینجا خداوند که در آیاتش که در نمیگیرند مردمان از حق چیزی را نمیفهمند گفته خداوند هرچی خیلی اکوی بعد با آینکشه شما گفته دیده گوش در خونه فلانچی ای نه ای برادر یزید ما همین خیلی انسانی کور هستیم که همین خیلی کور هستیم که خودی انمی سخنان شما شنیده سه سحر با همون درگاهی بخشی میره با ماشین ها تو زن ها تا گرفته همسایه ها تا گرفته آیله ها تا گرفته که یک تا بندکم کرد یا من رسی میرم و همون عرص با من نقش ها گفته میره درگاهی بخشی این گفتی خدا درگی جامون نکرد خدا گفته سای که هیچ کس نمیدونه حقیقت گفته سای حتوا با من شما خدا شناس الله اکبر گفته نماز بخوندگی آدم ها با نزدی بخشی میره ای بندکی وی میپرسه برادر عزیز هموطن عزیز باری دیگر بگم ایمان با خود بردن مشقت ای ایمان با خود گرفتن مشقت ای برادر ما ایمان برای با خود بردن مو آن چیزی که خدا نکو گفته ای کار نکنیم آن چیزی که کو گفته ای کار کنیم اگر ان همون وقتی کو بعد ایمانی ما حقیقی میشه بعد ما حقیقی چی میشیم بنده خدا میشیم مگر با آن چیزی خواسته است فراگیفته است پادشاهی آسمان ها و زمین را من یکنین خداوند همین سخنش در سوره بقره آیت 117 همچنان ذکر میکنن میگه که هر یک چیزی که میگه شما میخواهی اگر همون چیز من خواهم میشه میگه خدا اگر من نخواهم میگه او کار شما در عمل اجرا نمیشه دمک ما اگر هر یک کاری که بکردی باشه اولا من رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن تعلیم دادن من شما را که وقتی که افقات میخری بسم الله الرحمن الرحیم گو وقتی که افقات خورده شدی الحمدلله رب العالمین گو وقتی که یک انسان یک کار میگوید خدا خواهد گو انشاءالله گو وقتی که یک انسان یک چیز تعیین میکنه خدا اگر نصیب کراشه البته اجرا میکنم گو انا وقتی که ما همین سخن که گفتیم شما فهمی که خداوند با ما همراه ای خداوند با ما هست ای در همون کارمو نگویم چی اگر نیست ای خدا من وابسته شما یک سخن میرسونم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما از خدا میپرسیم که خداوندا از شر شیطانی لعینی بدبختی که از درگاه راندش کردی ما را نگهدار میگیم من بسم الله الرحمن الرحیم با خودت ابتدا میکنم که بخشنده روی دنیا کی هستی فقط خودت هستی من مگر با آنچه خواسته از فراگیسته از پادشاهی آسمان ها و زمین را وگر آن دشوار نمیشود بر خداوند نگهبان این دو آسمان و زمین من شما نگاه کنیم ما وقتی که زن و یک جا رفتنی شو اگر دو تا نویرم و اگر قطعی ممونه اگر ما مانده میشیم عملش 2 ساعت بعد بیایی اگر 2 ساعت نتونه که در سرش میشکنیم یا نتونه میگم من تمام شدم من انت کارم میگیم 2 ساعت یک تا کودک ما نگاه کنین نه تمام شدیم شما همینطور نگاه کنین
عقل کسی عقل اگر دنیا ها پیدا شویش 21 عصر بی ها ای همین 21 عصر تا این وقت حالا ممکن با 21 عصری دیگه تا قیامت یا ممکن کمی زایده اینا فقط خدا میدونه قیامت کشیدنش نگاه داره همین خدا حلاق نشیده سیکو مغزی گپ فهمیده در که جای مغزی گپ در اینجا میره که خدای تبارک و تعالی همه قد دوره چه با ممکن چند سال دیگه با همه چیزا را چکا میکنه نگاه میکنه من بسن شما یک سخنی مبارک میرسونم حضرت علی بعد وقتی شیطان لعین سوالش داد که علی تو گفته سر که خدا فردا حساب کتاب میکنه این میلیون آدم گفت چی خیلی خدا حساب میکنه میدونی چی گفت ای بدبخت گفت برای همین گفت خدا هم گفت تو اتاقی لعنت کرده گفت این خدا هم در چیه گفت در قهر زمینی که در تای او که در دنی سنگ گفت یک کیرمه خدا ای حول ای بخاره ای چاکنی این چیه دست ایمین برادرای عزیز هموطنای عزیز خداوند دنیا در آورد مو با البته نزدیک خداوند ما سفر کننده هستیم ما البته نزدیک خدا گردنده هستیم ما البته روز قیامت روز جزا که حساب کتاب میکنه راست استاده ما اچاد دینده هستیم خداونده ای خیال فراموش نکنین برادرای عزیز من خدای تبارک و تعالی در سوره آل عمران آیت 26 گفته است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر در همین آیات مبارکش خدا هم گفته است که پادشاهی میتی و من به کسی خواهم پادشاهی میگیرم من از کسی خواهم کسی را خواهم میگه صاحب عزت میکنم کسی را خواهم میگه خارزارش میکنم همه کار گفته است که بخواستی قدرت من هست من بسم شما یک عادی کار یک سخن مبارک میفهمونم من مثال گیریم در نتیجه گیریم همین کمک نامرساگی با این برادرای گیریم قرقزامو خیلی گیریم او ای ماه گفته قبیله گرفتن من با خدای مهربان دیده با خدای مهربان ای آسمون شایمی ای زمین شایمی ای قدق شایمی و قدر امکان مانده دو دست ای خیال نبلاره دیمک صاحب ملک ما ای دنیان در یگان چیز نه صاحب نبودیم شنیده گیر ما تا دوره عمرمو بدنه فقط چکا میکنیم نگهبان هستیم خلاص همون چیزو چورنده وقتی که چشم پوشیدیم باید تله تاراج میشه آوید خیال نبراریم من توی گفت زدنی هستم بسم شما من میگفتگی هستم که برادرای عزیز هموطنای عزیز دیمک ما همه وقت خدا فراموش نکنیم ما همه وقت حرکت کنیم که کدوم کاری میکردگی باشیم پیش ای کردن مگویم که من همین کار رو میکنم خدا ای من راضی میشه نفتگی عقیده من شما داشتیدنش در کن برادر انا بعد چی میشه؟ انا بعد نور بالای نور میشه انا بعد خدای من شما راضی میشه
من واسم شما باز یک سخنی خداوند فهمونده میدادگی هستم. خدای تبارک و تعالی وقتی که حضرت ابراهیم پدری مهمان بود، بسیار مهمان دوست می داشت، به مهمان افکار نمی خورد. وقتی که یک مهمان اومد، حضرت ابراهیم پیغمبر گفت که من افکار تیگو، من گشنم گفت. لیکن حضرت ابراهیم چی گفت که تو اول گفت ایمان بیار گفت، تو اول گفت با خدا ایمان بیار من افکارت میتیم. لیکن اون آدم که ای ابراهیم گفت من ایتا افکار نفرستم گفت، من ایتا ایمان نفرستم گفت، من ایتا افکار پرسیدم گفت. وای گفت که من نمیتیم. برفت. وقتی که برفت حضرت جبرائیل علیه السلام اومد که ابراهیم خطاب کرد، ای ابراهیم خدا ایتا ناراضی شد. گفت چوا؟ تو که گفت که خدا گفت که من 70 سال هوای فاسقم باشه، بی‌نمازم باشه، رزق دادم. یک بار ابراهیم اوقات دادن نتونید. وقتی که حضرت ابراهیم سخنش شنید، چشماش گریان، میمون کاف خیر رفته یافتش، همون قدرش کرد ناومد، آخر پشتش کرد میمونه آورده در خونش چکارش کرد؟ میمونداریش کرد. وقتی که میمونداری کرد افقاد خودش نمبد او آدم که ابراهیم من وقتی که ایسا افقاد پرسیدم من افقاد ندادی، با گشته گفت من رفته دو گفت گرفته آوردی، باعثش چه سببش افتاد؟ که گفت که وقتی که من تر افقاد ندادم گفت خدا ایمان گفت ناراضی شد. او آدم گفت که همین یک منی گفت بینماز نه خدا ایت ناراضی شد، جاشون مسلمان شد. برادرای عزیز، هموطنای عزیز، من وقتم کمه، مایل شد دیر نم خنکای سخن گیم سخن بسیاره، لیکن وایم در نظر میگیریم خنکم. من میگویم این گفتم در این مقصده که امروز من و شما اگر فردا در پیش خدای تبارک و تعالی کمتر از آن میکشیم گیم، بچه ما دختر ما البته رای راست نتربیه کنیم. و میگم تو من رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن پدر مادر گفتن مادر کو جوابگر نیست فرزنده، پدر جوابگره. فردا روز قیامت ای من شما ای همون فرزندو پرسیدنشا قدم رای رفتارشان، رای درسته رای نادرسته، رای خطا های رای توبری، البته پرسیدنشا برادرای عزیز. البته اعتبار دیم، عمل که نگاه کنیم فرزندا بچه و دختران نگاه کنیم رفتار کردارشوا. من بسم شما با یک دینی گویم ای فرصت بازه بوده کم وقت باشد سخن میگم. در دین اسلام کسی خاکی فرد و فرزند ایوی دعا نمیکنه، یکم نامشان نمیمونی، دوم با مهنت حلال تربیت میکنی، مهنت کرده تربیت میکنی، سیوم فرزند اسلام هم میره و موضوعی. برادر عزیز بار دیگر میگم تو من ما همین چیزان مسئول هستیم نزد خدای تعالی. البته جواب میدیه ای شما نبروره موافق همین عبادت خدا نکرده شیم، موافق فرزندان ما البته خدای تبارک و تعالی من شما حساب کتاب میکنه. ای چیز خیره که وقت ما که برادران عزیز کمتر با سخنهای دیگه میگوید که ماستای من همتون معلومه که امام اعظم رحمت الله علیه یعنی ما در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هستیم. البته همین چیز را خیال نبروی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه پدر ثابت در کوفه ایران تعالی شده، ملتش تاجیکه. من خدا خواهد همون شخص البته روی دنیا من اگویم کتاباشا میخونن، رفتار و اعمال و کردارشا میکنن. من
شما را مثال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عربی گفته موجودش نمیکنیم کو ما را البته وای کز ملتی باشه و وطن میگیریم پیغمبریشه. دیمن برادرای عزیز، من شما که در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هستیم بیایی نکن موافقی همه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه قانون و قاعدش رویه رفتار کنیم. البته آنچه که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه وسمش من شما رسونده، البته هر یک مو در حلالیه می من در طلاقه می در نکاح می در نماز می در طهارت می در روزه می در کدوم که عملی باشه اگر البته حرکت کنیم که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه سخنانش اجرا کنیم. من یک چیز دیگه میگفتم در همین اساس که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه 5 مرتبه مبارک در حقیقت سخن بسیاره لیکن افسوس که وقت کمه سخن قصه میکنیم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه برای خدا رضا کردن 5 مرتبه زیارت کعبه کرده شخص. لیکن همین من شما گفتنی هستم که لیکن 5 مرتبه زیارت خانه کعبه کردوش هم یگون تشنده کو گوسپان کشته آدم دور کرگی نیست برادرای عزیز. این مسئله باشین ایده گیره. من اولا کسایی که شما الهی میکو خدا چی آرزو داره چی نیت داره چی مقصد داره خدا با نیت و آرزو تو رسونه. من کسایی که امروز به خانه خدا رفتن خدا الهی عبادتاشو قبول کنه. من شما همون مسکن خدا رسونه لیکن باری دیگر میگم برادر عزیز این یک با بدعت پیدا کردیم ما امروز که حج میرون وای بول کشتنش در کار بوده وای اوپورت کردنش در کار بوده. تمام شما خودشناسا خونه برفتسیم در گیجو نیستگی نیست در گیجو همین نیستگی یکو دانده همین چیز و اگر حج رفته بیا هم از خونه به قطار در گیجو نیستگی نیمایش منه فقط و اساس دوشتش بیاره گوه همین در نیستگی گوه شد من همو بطن بگیریم. این چی باید با قلقه حج کرده خدا مبارکش کنه باری دیگر میگیم با مبارکش کنه. لیکن این چی خلقه تمامی مردم کوچه با کوچه ماشینه با ماشینه حاجی اومده حاجی خدا مبارک کنه ما شما با اوقات نه بیه برادره عزیز این بیدت اینا با پیدا کرده ما این رو در خفمو بیاید که برادر عزیز این کار دور کنیم ای خودمو افقاد کردن و مردم فیراد کردن و هر شما مردکا من خدا خواهد در کوچه بینه برادر خدا مبارک کنه اومدی گفتا بینشیدن میگیرم شک نیست که شما خونه رفته یک نوله آش خوزن تو برادر عزیز با میگم تو من حاجیگی شما توری فهمه حاجیگی خدا نصیبش کننده رفته درگاه خدا خانه گویم سجدگاهی که ما سجده کنیم ها زیارت کرد هر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبرش زیارت کرد. یک بار این چی گفت بیای برادر عزیز بار دیگر سوره اسراء آیت خونده میتیم. در سوره اسراء خدا میگه که کسانی که اسراف کارن برادر شیطانن 32 یا 33 آیت چه کسانی که اسراف کارن برادر شیطانن شیطان به نسبت میگه پروردگار خود کافره. بیا که برادر عزیزه ما چیکار هستیم خودداری کنیم. شما خدا خواهد انشاءالله انمی خدا پرستا اگر اکو خودداری کنه اون موندگی جمعیت ما هم خودش در رد اومده میروه. اینجا اومده الله اکبر میگیم من مرده 3 روز کنیم بدعته 3 روز بعد 3 روز بعد در اونجا یگان انسان نرفتنش در کار
با پایشنبی کرسته با اینجا نماز خونه خدا پرستاد پایشنبی خریب رسته یا حجت داره می فردا پیش خدا اندر گفتن که فردا خدا من سوال تو تیا گوه که چی گفته پایشنبی خوردی گوه جواب میتونی گفته میتونی چی گفته پایشنبی خوردی گوه پایشنبی دروغه نیست دروغ بیزنس بیایا که برادر عزیز خدا برادر عزیز بیایا که هر یک ما عقل کار فرمیم در حاجیه رفتنش افقات این دروغ نیست در اسلام در حاجیه اومدنش افقات کردنش این درست نیست در اسلام در این جوش نیست او چیز دانه سرده کو او چیز هم همه چه کنم یکی بیدت های نمیشی یکی چیزایی باید بیا یک برادر عزیز چشم ما کشویم ای آن خدایی که من شما من سخناش گفته تو دا آن خدایی که من شما آفرید من شما گفته است که تو خودت عذاب نده تو خودت آزار نده ها انا حج رفته بیا مبادا اگر جدا محبت داشته باشی من شلاخونده انسانو عذاب کشتستیان ها یک تو قفی آرد خرده بوده حیاته یک عمر شما دعا میکنن پدر تو مادر تو خود تو بیایا که عقل کار فرمی مکن من بینی برادر عزیز آن سخنایی که من بستم شما رسوندستم من خدمت قرضم خلاص کردستم ای خیال نبروری من یعنی همون چیزایی که من خدا در هم کلم انداخته یعنی فهم فراست میدم من شما گفتستم مقصد شما فردا عذاب نکشی گفته بیا که برادر عزیز بعضی مسئلان دیتی بردیم اگه همین مرده 3 روزه جمعش که شما مردکان در تعلق این زنک نه تعلق ندارن چون زنک کو زنک شما جوابگره زنک تا میفهمونی زن جان برادر عزیز 3 روز بده اخی تمام کن خس اراس کشک این چیزا فهموندن در کار من واسه شما برای زنکان فهموندن آیت خداوند خدای تعالی آیت سوره تحریم آیت ششم شنمیه که خدای تبارک تعالی کسانی که میگه یعنی اهل خانواده خود رو میگه از آتش دوزخ نجات دیدگی خدا گفته وقتی که ما در دنیا خدا میگیم حق فهمیدیم و زنا ما نگفتیم خدا ما حق فهمیدیم دختران ما نگفتیم خدا ما نماز خوندیم دختران ما نماز خون نگفتیم خدا میگیم خیر احسان کردیم دختران ما نگفتیم فردای کو روز قیامت وقتی که گویم وای تو میبرویا جنتی گفتا صوفی آیا الله یار جنت میرا گفتا بومدن بعد کو زنک گرچنده بزبانش هم نگو بعدی لگذارنم ایفته که های در رو دنیا بعضی اسلام میزه آدم میفتن که خدا حق است های خدا حق باشه اگر اینا من خدا زن کنون من یک عمر گویم خدمتی همی نکردم گفتی همی نکردم ای گفتش نبرمدم یک عمر مثال چی که گفت من کردم این من نگفت که نماز خون نگفت که روزه گیر مثال من خونهشن یک کردم بچهش پایستم گوش پایستم همه خدمت را کردم امروز من سزاری دوزخ شدم بعد این بدیلش گذاروندم بعد خدای تعالی میشنوه 19 تا فرشته عذاب برادر عزیز 19 خیر گناه کردی من شما را عذاب میتین بعد همون فرشته که وابسته به امینه میفتن که رفته اکو صوفی الله یاره با همون کمندش گشته بیا با همون عذاب فرزنداش وقتی که صوفی الله یاره میارن بعد درگیم وقتی که آتش نزدیک شدن بعد ولی آتش دوزخ میگیم بعضی شخصا میخندن ای چند کیلومتر در گرمی ایستادگی نمیتونی برادر شما فهمه که یک مجه جو تو سوزه اگر ما چقدر زحمت میکشیم ما چقدر عذاب میکشیم شما فهمه که وای آتش حقیقی آتش هست